اشتراک زادگان تاجیکستان و ازبکستان در آشوب پرقربانی در محبس‌های روسیه، مهاجران تاجیک و ازبک در روسیه و همین طور خانواده‌های آنها را سخت نگران کرده است. همه در تشویشند که این قضیه باعث موج نو برخورد شدید مقامات روسیه نسبت به مهاجران خواهد شد، امری که مهاجران تاجیک بعد حمله کروکوس دچار شدند. احتمال بعد آشوب در زندان ولگاگراد شدید گرفتن فشار به مهاجران تاجیک طوری به نظر می رسد رهبران تاجیکستان را نیز در تشویش انداخته است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان علاقه شام 23 آگوست درباره صحبت تلفنی وزیر داخلی تاجیکستان رمضان رحیمزاده با همتای روسش ولادیمیر کلاکولتسف وابسته به حادثه گروگانگیری در مؤسسه اصلاحی نظامش سنگین شهر سوروفکن خبر داد. در اطلاع رسمی گفته می شود که در هفته صحبت جانب‌ها عاید در همبستگی تعجیلاً اندیشیدن چاره‌های ضروری بر معین و دستگیر نمودن دیگر اعضای تشکیلات تروریستی که جنایت مذکور را صادر نمودند و برای گذرانیدن حرکت‌های مشترک اپراتیوی تفتیشاتی به موافقت رسیدند. تفصیلات دیگر تفاوت‌های حاصل شده گفته نشده است، ولی تاکید شده است که صحبت تلفنی رحیمزاده با همتای روسش با دستور سفارش پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان صورت گرفته است. در روسیه از 1 تا 2 میلیون زاده تاجیکستان کار و زندگی می‌کند. هر سال آنها از روسیه به تاجیکستان تا چندین میلیارد دلار پول می‌فرستند. در نیمه اول سال 2024 اساساً بعد حمله کروکوس از روسیه بیش از 17,000 شهروند تاجیکستان را اخراج کردند. اخراج مهاجران از روسیه در تاجیکستان به معنای از یک منبع مهم درآمدش محروم شدن دست کم یک خانواده است.